عزیز، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا اومدیم سری ورسز بسازیم. ناب از صفر قرار شروع کنیم. البته الان که صفر نیستم، حدود لیگ نقره هستم، ولی از اینجا به بعد قرار شما ببینید که من چجوری پیشرفت میکنم. منم یه اطلاعات بهتون میگم. اون مدال 6 ماه هم که الان بخوام یه توضیح سری براتون بدم باگ بوده. بعدش هم ببخشید اگه صدای چیزی میاد، من بیرونم. اگه صدای ماشین چیزی میشنم، یه صدای بادی گرمسار، اولا سمنان که وجود نداره، ولی خب اگه چیزی از این آدمایی که وجود ندارن شنیدین، من واقعا متاسفم دیگه. بالاخره گفتم ویدیو رو بگیرم که سریو شروع کنیم. این قسمت اول سریه و واقعا من نظرم به دردتون میخوره. اینا ویدیو ساختیم از لیگ صفر. چرا از صفر نیایم ببخشید از لیگ اول بریم به لیگ آخر، یعنی اون لیگ جیم. الان بخوایم حساب کنیم لیگ اول آهن اون جیمه، حالا ما میگیم جیم. خب آقا من یه توضیح کامل بدم. اولا میگی فالکو چرا نیومدی از اول ویدیو بگیریم، ما هم یاد بگیریم. آقا اول شما میای از لیگ آهن، حالا یک سال الان من باید بور بزنم، آها از همین آهن یک تا این آهن نقره 3، دقیقا نقره 3 کجاست؟ نقره 3 بازی میکنی، چیزی نداره واقعا. فقط بچه من اومدم چیکار کردم؟ یه دقیقه وایسید. اومدم تو بازی آموزش ها رفتم. قبل اینکه بیام بازی کنم اومدم من پیشنهاد اودین رو خریدم. روخم هم یه نگاه بندازین توی این چند ساعت که ساختم کانتو. اومدم اودین رو خریدم، حالا این قوی شده. اودین رو 29 تومن اودین خریدم، فالکو هزینه. با اودین رفتم کجا؟ با اودین اومدم لیگ زمرد، نه ببخشید لیگ چند بود الان؟ برونز. آره اومدم با اودین خودم به اودین و گلادیاتور، بهتون بگم به گلادیاتور خیلی کمکم کرد. اومدم برونز 3. برونز 3 چه؟ برونز 5. برونز چرا اومدی فالکو برونز 5؟ واقعا اومدم برونز 5 چون ویلیامو بتونم وقتی برسی به برونز 5 اجازه داری که از فرمانده منتخب، حالا نمیدونم هیرو یا فرمانده، قهرمان منتخب هیرو در رکوردیم، آره از قهرمان منتخب هیرو بگیری. خب من اومدم تا اینجا خودم رو به زور رسوندم. اودینو بچه قدرت ایشون دست کم نگیرید، خیلی خفنه. با این اودینو اینا رسیدم، اومدم ویلیامو گرفتم. حالا خلاصه ویلیامو گرفتم. حالا با ویلیام دارم یه توضیح کلی میدم. با ویلیام اومدم چیکار کردم؟ با ویلیام اومدم نقره 3. نقره 3 که رسیدم، البته مجموعه هم که کمک میکنم. آقا ببخشید با ویلیام اومدم، نمیدونم فکر کنم نقره 2 بود که نه نقره 1 بود که میتونستی روحی رو بگیری، روحی رو شکست بدی. روحی رو که شکست دادم، روحی رو خریدم، اومدم خونجمرم شکست دادم و این ریواردای این پایین رو دریافت کردم. من با کلا 2 تا لژندری داشتم تا قبل این ریواردا. الان هم فکر کنم 5 تا یا 6 تا تاش داشته باشم. و کلا من 29 تومن خرج کردم تا رسیدم به اینجا. حالا نمیدونم 29 تومن بود. یه آفر جمم من خریدم، حالا اون رو حساب نمی‌کنیم. و برای قهرمان منتخبم که خرج نکردم. خب این یه توضیح کلی بود. حالا نمیخوام سرتون رو درد بیارم، اگه حالا دیگه دیدین دیگه چیکار کنم. خب آقا ما اومدیم براتون بتل تایم. ویدیو چقدره؟ 3 دقیقه شده. تا الان 3 دقیقه 4 دقیقه براتون توضیح دادم. بچه این توضیحا برای لیگای پایین خیلی مهمه. شاید مثلا شما که لیگ بالایی دارین ویدیو نگاه می‌کنین میگی خب این چی، اینا همه میدونن. برادر من تو میدونی، شاید اونی که اومده نمیدونه. خب آقا ما بریم بتل بزنیم برای بچه‌ها. گفتم حداقل هم توضیح بدم هم پیشرفت رو بهتون توضیح بدم. خب بچه‌ها من پلن بعدیم برای قوی کردن این اکانت اینه که من خودم رو به زور حداقل برسونم به، نمیدونم بعد این لیگ چیه یا اول فصل چی میگن اینا. پلن بعدیم نمیدونم یا رسیدم به طلاه. ببخشید نگفتم، فکر کنم گفتم مریضم ولی خب نگفتم واقعا، ببخشید. رسیدن به خونجمه است، رسیدم به طلاه. چرا برسم به طلا؟ که لیگ جوایز باز شد حداقل
بتونم یکم درست حسابی کاراکتر بگیرم از لیگ جوایز. یعنی واقعا حیفه دیگه. الان این توانایی میزنه بده من. امیدوارم ویلینا چند تا میزنه، امیدوارم موقع 80 تا میزنه، امیدوارم جوق بیشتر بمیره یا دمیج بخوره و اینا و برسم طلا که بتونم یکم کاراکتر و اینا. یا ابوالفضل چرا 2 تا اسپان کردی؟ 1 نفر مرد. آقا بررسی کنید. آره داشتم میگفتم برسم به بردم. آره برسم به طلا، کاراکترهای بیشتری از تو لیگ جوایز بده و بتونم راد انکانتو بیاریم بالا، چون لیگ جوایز رو بزنی کمش شما تا زمرد سینا میری راحت. بعد بقیه‌شو دیگه باید صبر کنیم قهرمان منتخب بیاد. آره خلاص ببخشید روند طولانی رو در پیش داریم. میدونید رسیدن به لیگ صفر اینجوری نیست که الان مثلا من فالکو، خب میگین الان فالکو اکانتش اینجوریه الان اراده کنه میره. نه آقا اینجوری نیست. آقای بابا این بادم دهن ما رو سرویسه. اینجوری نیست آقا. شما سخته، یعنی یه پروسه‌ای داره. اگه نخوای خرج بکنی یه پروسه‌ای داره، اگه خرج بخوای بکنی نه اصلا واقعا پروسه خاصی نداره. شما اول بازی بیا یه تومن خرج کن، برو کمش میری کجا بهت بگم، کمش میری زمرد تو همون روزای اول ها. حالا بقیه رو کار نرم، تو همون روزای اول میری زمرد اینا. آره خلاصه اینم هست. ولی خب اگه بخوای مثلا دیگه اول بازی اودین بخرید یکم سخت داره. ولی خب نگفتیم روی این اکانت خرج نمی کنیم ولی خب نمیدونم یه دارم میگه که خرج کنیم، یه دارم میگه خرج نکنم. آخه خیلی از پلیرام هستن که اصلا خرج آنچنانی نمیکنن برای بازی، یعنی مثلا همینجوری با فعالیت میان بالا و الان من دقیقا شدم مثل اون آدم. یعنی واقعا 29 تومن با یه آفرجی هم که نشد خرج کردن که خرج بخوای بکنی مثلا مثل آبی میای یه لیگ جوایز میری اول میشه. ولی خب آره، ولی بچه‌ها شاید یه پلنی داشتم که واسه اکانت مینی فالکو برم واسه اول، یعنی هیچی بعید نیست، هیچی بعید نیست از این اکانت. از این اکانت دیدین بترسید. آها یه خواستم حرف بزنم راجع به لیگای پایین. بچه روحی بد تو لیگای پایین قویه، خیلی بد تو لیگای پایین قویه. یعنی شما تا یاقوت 3 حداقل، قبل یاقوت 2 کلی روحی بهت میخوری. یعنی شما برای پیشرفت باید روحی ها رو رنده کنی. خیلی سخته به نظر من. میخوای این همه روحی بزنی اصلا چه خبرتونه؟ نمیدونم واقعا. وای جغدمو نزن. خوبه میدونی از یه طرفم بچه الان 2 روش بازی برامون مون دیگه. یکیش این بود که سریع با ویلیام چیزی تموم کنیم که الان ویلیامو نده باید بریم تو فاز روحی بازی. یعنی چجوری بگم، آها یه دونه توانایی میزنیم منتظر میشیم، همین راحتی. حتی الان نمیرم میتونم یه کارایی کنم و بمیرم ناراحت میشم و باختیم آقا سبحان الله. بچه میدونین آریا از بچگی بچه خوبی بوده، اونایی که میدونن. نه حالا باخته دیگه، چرا میذاری برسیم نقره 4 برادر من آریا جان. داشتم میگفتم بچه واقعا از این سری حداقل حمایت کنید. اگه تا اینجا ویدیو اومدین لایک کنید آقا، دنبال کنید. البته اول میره توی یوتیوب. آره اول میذارم توی یوتیوب بعد میذارم توی آپارات. خلاصه که اگه دارین از یوتیوب میبینید دمتون گرم، ما رو یه ساب کنید. اگه توی آپارات میبینید دنبالمون کنید. بالاخره هر جای
یا ابوالفضل گاو این چقدر قویه. آره هر جای صحبت کردنش آره یه کلمه‌های خاصی داره. چرا این گاوه اینجوریه؟ چرا گاوه مواد بسم الله. میشه بندازی پشتت؟ بابا بنداز پشتت، اونو بنداز این بره. و آره خلاصه حمایت کنید دیگه. کی میاد الان مثلا شما اگه لیگ صفر بودین واقعا می اومدین همچین، دارم حرف میزنم آقای باد، می اومدین همچین کاری کنید، بیاین از صفر شروع کنید ویدیو بذارید که برسید به لیگ، بخشید از همون منظور از لیگ آهن بیاین برین لیگ جیم. واقعا شما همچین کاری میکنید؟ نه دیگه. پس در نتیجه که ببخشید کار من خیلی بزرگه، یعنی حداقل 10 تا لیگ دیگه مونده که من باید حتی بیشتر، این 4 تا اون 4 تا 12 تا حدودا 16 تا 12 تا دیگه 10 تا، حالا میگیم 10 تا لیگ مونده که من برسم به لیگ صفر، که اونم همچین راحت نیست بگید 10 تا. محمد امین جان سلام. محمد امین جان ما یه سریع دقیقه بازی ببرم بریم ویدیو رو تموم کنیم که کار داریم ها. و آره خلاصه که گفتم لایک کنید، کامنت نمیمیره نه، آره لایک کنید، کامنت بذارید، دنبال کنید، ساب کنید، بیاین چنل تلگراممون بیاید دیگه، چرا اذیت میکنید بابا؟ بزن من همین دیگه بابا، الان تواناییشو میزنه. نه خلاص مرسی و انداختن نه ما سرویس شدیم. اینو بندازم اینجا، میشه تو بمیری؟ نمیره، نمیره. هزار پاتیش از بچگی آرزو نمردن داشت، الان دوتا تواناییشو میزنم. خب بمیر دیگه هزار پاتیش، چی بگم به تو؟ ای خدا ای خدا، بیا سمندون میندازم. مرسی بندازیم اینجا اونو بزنه. هزار پاتیش از بچگی آرزوی نمردن داشت و آرزوش هم رسید. آره خلاصه بچه ها خیلی قراره تو این سری فشار بخوریم. گریه میکنه مرسی. خیلی قراره تو این سری فشار بخوریم، از صفر اومدیم بریم لیگ جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم الکساندرو هم وقت میکنیم بزنیم. الکساندرو اگه اذیتمون نمیکنه. مریضم شدم بچه، اونایی که میدونن مریض شدم شدید. و بریم الکساندر رو یه دقیقه بزنیم براتون. و زدن اینا کاری نداره جدی، واقعا فقط حوصله بازی کردن میخواد بیشتر تا اینکه مثلا ناره یه جورایی میدونید چی میگم. مرسی ویدیومو داد بازی تموم شد بچه. یه کاراکتر 19 تا یه کاراکتری میاد که 19 تا جون داشته باشه، جدی میگم. اصلا با من مشکل داره. میگم کاراکتری بنداز که 19 تا جون داشته باشه، کاراکتری میندازه که مرسی واقعا 20 تا جون سر یه جون با من چونه میزنی؟ جدی تو روت میشه این کارو کنی؟ توانایی الکساندر چیه؟ دشمن مورد حمله قرار بگیره به فرمانده دشمن با مرگ دشمن خودش رو. مرسی نمت جا. میشه بدی به ویلیام؟ بابا لری پاتر داداشم، اون مثل داداشم بود میدونی؟ آره نه هیل نشو. چه یه تکنیکی هست اینو من از یکی یاد گرفتم، نمیدونم الان داره اون ویدیو رو نگاه میکنه یا نه، ولی ببینید تکنیک به عشق خودت. البته بعضی هم هستن که میدونن این تکنیک برای کیه، ولی خب تکنیکت واقعا به درد نمیخوره آجی. بابا مرسی به درد خورد تکنیکت. نه آقا حرفمو پس میگیرم. و آقا اینم بود از ویدیوی امروز. تومارو هم نمیزنم یا ابوالفضل ترسیدم سید.
نمیدونم شما صدای بازی رو بستم کلا برای شما، ولی خب یه لحظه سکته رو زدیم. آقا اینم از این. رسیدیم به نقره 4 و ببینم لیگ بعدی چیه. لیگ بعدی طلاست. بریم طلا. براتون یه ویدیو میگیرم بعد طلا. لیگ بعدی چیه برادر من؟ نقره 5 طلا. چه زود بچه، نقره 5 پتا باز میشن. برسیم اینجا و یه دقیقه یه پت بگیرم برای خودم. شکارم باز میشه. خب شکار با پت بود منطقیه واقعا. همه متری گرم. چه بازم ممنون تا اینجای ویدیو همراه بودین. بازم میگم دمتون گرم بچه. از این سری حمایت کنید، لایک کنید بچه. هرچند ببین اگه ببخشید اگه حتی لیگ صفری اومد این ویدیو رو دیدی یکم مثلا قلقلک داد این ویدیو تو رو که مثلا یه جوری مثلا اگه خوب بود یه حمایت ریز بزن، یه لایک کن. کامنت هم نه، لایک کن برادر من. چرا اینجوری میشونی تو؟ نه حاجی اینو نمیخوام بندازم دور. نه دری پاترم میخوام. گلادیاتور ببخش بچه. گلادیاتور خیلی کمکم کرده. یعنی ببین بچه خیلی کمکم کرد. یعنی گلادیاتور نبود نمیرسیدم به اینجا. جدی میگم خیلی خوبه. یعنی واقعا اگه 1% مثلا 3 تا توانایی داشت حداقل ازش استفاده میکردم، ولی خب نداره دیگه. خب بچه ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. بازم دمتون گرم. آقا حمایت از ما فراموش نشه. تا ویدیوی بعد